دیگر سلام احترامات. من همین گرم همشم آینام شو که شما ناراحت نشین. بار دیگر سلام احترامات هموطنای عزیزم. امیدوارم که یکی شما خوب صحت سلامت سربلند باشین. راستی در این مسئله گپ نزدن نمیشه و حتما باید ما در این مسئله ها باید گفتگو کرد و فکر نظر خود گفت بنده تا که تا که صاحب همان چیز شود، مدال نوبلی. اگر که شما دیده باشید، یعنی که یک دو روز باز در تمام همان اینترنت ها، در شبکه های مجازی صحبت در لب سرحد، یعنی در حدود تاجیکستان، من اشتباه نکنم یا در حدود افغانستان، من فکر کنم که در حدود تاجیکستان بدون صحبت و با گویم مردم جمهوری افغانستان یک صحبت گذشت. من فکر کنم گرمایی درباره مسئله آب بود، اشتباه نباشه، مگر سر مسئله آب همون باز تاجیکستان فکر کنم چیکار کرد در مسئله آب که اونا اومدن صحبت کنیم. البته که صحبت ها بسیار یک جالب صحبت بود. با زبان روسی میگن خراش پالیتسکی و پلاخای پالیتسکی. اینان گیم همین چیزم دیده میشید در اونجا. اول یک حرکتی تهدید کردن شد، بعد از او بگیم که یک مسخره بازی بود از طرف از جانب تاجیکستان. صحبت ها واقعی بگیم که یک مسخره بازی بود. من هم چون یک فرزند تاجیکستان در عالم سیاست شرم داشتم که همه خیلی انسان های ما در حربی ها یا در گفت شنیده های بین دولتی گویم حربی های ما تا این درجه سطح عقلش پست است که نه گفتن سخن دارن، نه گویم هیچ چیز نیست. بیاین اولین سخنی از این طرف که بود